فردی متهم با حمله در استکهلم که حیات 4 نفر را از بین برد، مرد 39 ساله از ازبکستان است که باید شویتسیا را ترک میکرد. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد راننده ماشین بارکش که 4 نفر را به هلاکت رساند، شهروند ازبکستان رحمت عاقلوف می باشد که به گروه دهشت افکن دولت اسلامی توجه داشته است. ما می‌دانیم که سال 2014 او برای حق استقامت دائمی در شویتسیا عریضه نوشته بود. اداره مهاجرت عریضه او را رد کرد و امر داد که او از کشور بیرون شود. ماه دکمبر سال 2016 هم اداره مهاجرت با او 4 هفته داد تا داوطلبانه کشور را ترک کند. در صحبت با خبرنگار رویترز، دو شخصی که با عاقلوف آشنایی داشته‌اند گفتند که او را از عکس‌های پلیس نشر نموده شناختند. یک همکار سابق عاقلوف که زمان همراه با او در کنار استکهلم حجره را به اجاره گرفته بود، تاکید کرد که عاقلوف هیچگاه در مسائل دینی ابراز نظر نمی کرد و اصلاً از شنیدن این خبر او به دهشت آمده است. عاقلوف شام روز جمعه در کنار استکهلم دستگیر شد. پلیس میگوید عاقلوف ماشین بارکشی را دزدیده در کوچه پیاده‌گرد مرکز استکهلم از بالای مردم حرکت کرد. در نتیجه 4 نفر کشته و کمش 15 کس دیگر جراحت برداشتند. همه قربانی ها تشخیص شدند و نزدیکانشان را آگاه کرده ایم. 2 نفر آنها شهروند شویتسیا، یکی بریتانیا و یکی از بلژیم می باشند. مقامات شویتسیا تا حال رسما هویت قربانی ها و متهم در حمله را اعلان نکردند.